لاغر بمانیم یا خوشحال؟ همکنون خوشحالی را برمیگزینم. بی خیال چاقی. به حرف من گوش ندین. فکر نکنین من میام اینجا میگم من خیلی میخوام خوشحال باشم، نمیدونم این خوشحالی رو ترجیح میدم به این که چاق باشم. نه اینطور نیست. من دوست دارم لاغر باشم. الکی میگم، شما گول منو نخورین، باور کنین. البته اینجا باید بگم که کسایی که یه ذره اضافه وزن دارن یا مثلا یه کوچولو توپلین، من خودم به شخصه عاشقشونم. ولی خب میگن که لاغری برای سلامتی بهتره، پس ما سعی میکنیم که رعایت کنیم. ولی کلا این موضوع رو نمیپسندم که یکی به یکی بگه تو چاقی، تو لاغری، فلان. این فضولیا به کسی نیومده. از ما گفتن. والا با گفتن همچین حرفایی ممکنه دل طرف رو بشکنیم، ممکنه طرف رو آزرده کنیم، ممکنه طرف بیماری داره، ممکنه طرف تیروئید داره، ممکنه طرف مشکلی داره که نمیتونه مثلا وزن کم کنه. این دلیل بر این نمیشه که ما بخوایم به خودمون اجازه بدیم به اون بگیم تو وای مصطفی اومد منو ترسون. این دلیل نمیشه که ما به کسی بگیم که تو چرا چاقی، تو چرا لاغری. پس اصلا چاقی و لاغری به خود فرد بستگی داره و به کسی ربطی نداره. تمام. درسته که من رژیمم، اما قرار نیست که غذاهای خوشمزه‌رم نخورم که. به هر حال هر آدمی که رژیمه نیاز داره غذاهای خوشمزه بخوره، مگه نه؟ حالا هر کی ندونه فکر میکنه مثلا من 100 کیلو هم. منظور این که امروز میخوام یک غذای غیر رژیمی ولی تا حدودی سعی میکنیم که رژیمیش کنیم. یعنی مثلا خمیرش رو کم میذارم تا حدودی که خیلی پرخمیر نباشه که بگیم خب این خمیره حسابی کالری داره. میایم یه خمیر نازک درست میکنیم و یه پیتزا درست میکنیم. پیتزا، دلم پیتزا میخواد. دیشب همینجوری داشتم اینستاگرام رو نگاه میکردم، بعد یه پیتزای خوشمزه‌ای دیدم، اونم پیتزای ایرانی. پیتزای ایرانی اینجا من ندیدم، مدلایی که اینا درست میکنن مثل مال ایران نیست. بعد اینطوری بودم که وای کاش این پیتزا الان اینجا بود من میخوردم. مخصوصا که من از ساعت 7 بعد دیگه غذا نمیخورم تا ساعت 12 ظهر از این ور. بعد اون موقع هم ساعت 10 شب بود. گفتم وای وای بذار فردا پیتزا درست کنم این عقده به دل من نمونه. آخه چرا من باید عقده‌ای بشم؟ بعد به مصطفی گفتم فردا درست کنم کمکم میکنی؟ گفتش که آره کمک میکنم، با هم دیگه ویدیو میگیریم. ولی الان داره سریال نگاه میکنه، از جاشم بلند نمیشه. حالا به هر حال دیگه خمیر درست کردنه با منه دیگه. اون بیادم خمیر رو نمیتونه درست کنه که من خمیر رو درست کنم، بقیه کاراشم خودم میکنم به همین راحتی. بزن بریم. سلام، من نیوشا مدبر هستم به کانال من که همون کانال خودتونه. خیلی خیلی خوش اومدید. با شما هستم از ترکیه، شهر آنکارا. بای بای. همین الان این موش پلید که دیدین نوتلا با گردو برداشت برد بخوره. حالا من دارم پیتزا درست میکنم. ای خدا ببین پیتزای چینه نکویز زیتون sarımsak biber jambon sucuk kaşar بیاز پنیر. معلومه چی میخواد به خورد ما بده این. اگه قرار باشه این درست کنه اینا همه رو میخواد توش بریزه. سیر و رنده باید بکنیم. سیر رنده sarımsakı rendeliyoruz. Hayır. Ha. Sarımsağı önce biraz zeytinyağında böyle ocakta pişiriyoruz. Yumuşuyor. Sonra onun ekmeğine sürüyoruz alt zemine. Onu böyle hatta biraz zeytinyağıyla kavurduktan sonra onun içine biraz da salça koyuyoruz. Öyle kavuruyoruz. Ekmeğin altına salçalı sarımsaklı sos yapıyoruz. بچه‌ها با توجه به صحبتایی که مصطفی کرد خب ما همین کار رو انجام میدیم ولی نمیدیم که مصطفی انجام بده. میدونید که سابقش خرابه، میزنه گم میزنه. این دیتاهایی که میده علمی که داره خوبه ولی بدیم انجام بده گن میزنه. خودمون رو درست میکنیم میمالیم روش. Dedim ki güzel bir aydiyalar veriyor ama onu bırakın yapsın ya da yanıyor. Sen önceden yaptın arkadaşlar biliyorlar.
Ben yine yapardım da şimdi üstüm başım müsait değil. Arkadaşlar şimdi video için giyinemem. Donla geziyorum evde. وای میگه الان هیچی لباس نپوشیدم با شورت دارم تو خونه میگردم به خاطر اینه که مساعد نیستم بیام جلوی دوربین وگرنه میومدم. حالا خفتش میکنیم میاری. فعلا بریم ما این خمیرمون رو درست کنیم. بچه ها جون براتون بگم که من به این خمیر نمیخوام مخدر نمیخوام مخمر بزنم، خاطر اینکه لزومی نداره به خمیری که برای پیتزاست من مخمر بزنم. قرار نیست نون باشه که بخواد مثلا در واقع باد کنه و اینا. به خاطر همین من بدون مخمر درست میکنم و کم درست میکنم. فعلا همین یه لیوانو درست میکنم ببینم چقدر خمیر میشه. اینطوری آب اضافه میکنم، خیلی هم اضافه نمیکنم که چیز بشه شل بشه، ولی فکر کنم خیلی اضافه کردم دیگه. هر چه شود عالی شود. نه خوب بود خوب بود. میزان آبی که در واقع بهش اضافه کردم نصف همون استکانه، یعنی همون لیوانه، و به نظر که خوب بود. حالا یه ذره ماساژش بدم، منتها برای اینکه به دستم نچسبه یه کوچولو هم روغن زیتون بهش اضافه میکنم، خیلی کم. ببین اینقدر. به این صورت فکر کنم این خمیره بمونه برای یه دونه پیتزای ما کافی باشه، چون قرار نیست که خمیر ضخیمی داشته باشه. ترجیحاً میخوام خمیرش خیلی نازک باشه. حالا اینو ماساژ میدم، باید ورز بدم که خمیر اون خمیری که باید بشه. من نمک نزدم، نمکم هم اضافه کنم. خیلی کم نمک اضافه میکنم. خمیر با نمک، خمیر با نمک من. یه کوچولو میچسبه ولی خب اوکی دیگه. ماساژ بده اینجوری، میگم بهش ضربه بزنی. البته اون مال زمانی که مخمر داره. نمیدونم بچه ها، من درآوردی این خمیر رو درست کردم. امیدوارم که جواب مثبت بهم بده و اون چیزی که باید بشه. مگه نه؟ میشه. یه ذره آردش به نظر کم بود. آرد زدم. الان دیگه نمیچسبه به دست. ببینین اینها. الان اوکی. خمیر رو بزرگترش کردم، گفتم یه وقت کم نیاد. حالا همچنان ورز میدم. به نظرم خمیر پیتزا خیلی شل نباشه بهتره، بنابراین من خمیرم رو صفر گرفتم. خب این از خمیرمون. بذاریم یه ذره بمونه ببینیم چه بلایی سرش میاد تا بعد. یه حقیقتی رو بهتون بگم، من از خمیر درست کردن متنفرم، ولی از طرفی هم دوست دارم خودم انجامش بدم. مثلا اگه اینجوری بود که 1 2 3 میگفتی خمیره حاضر میشد، خیلی اتفاق خوبی بود. ما توی ایران هیچ وقت خمیر درست نمی‌کردیم. مامانم اینا مثلا اگه برای یه چیزی لازم بود میرفتیم از نونوایی میگفتیم ببخشید یه دونه خمیر بدیم، میگرفتیم میآوردیم به همین راحتی. اینجا به مصطفی یاد داده بودم یه وقتایی میرفت از این فرناشون میگرفت. فرناشون که میگن فرن، اینا این نون فانتزی فروشی ها و نون فروشی هاشون رو بهش میگن فرن. مصطفی میرفت از اونا خمیر میگرفت میآورد و اینا. بعدن دیگه دیدم خودم تو خونه میتونم درست کنم اگه لازم باشه. حالا به این دردسر ندم بخواد بره بگیره و اینا، ولی کلا خمیر درست کردن و اینا کار سختیه دیگه. ولی توی ترکیه خیلی بابه. مردم مثلا تو خونه خودشون نون درست میکنن، یعنی نه اینکه بگم مثلا فقط تو شهرهای کوچیک و روستاها، نه، تو خود شهرها هم این کار رو انجام میدن. و مثلا تو تهران الان کی نون میپزه؟ به جز دوران کرونا که همه مجبور بودن تو خونه نون بپزن و این کارو بکنن. والا همون موقع ما هم درست نمی‌کردیم.
بابا میرفت از بیرون میگرفت می آورد، اصلا اینجوری نبود که تو خونه درست کنیم. به هر حال میخوام بگم که تو ترکیه خیلی مردم خودکفا و خیلی کارا رو تو خونه خودشون انجام میدن. اینجا به این معنی نیست که همه آدما این کارا انجام میدن ها، نه. به هر حال چون خوراکشون مثلا خمیریه، چون خوراک خمیری زیادی دارن، مثل بورک، نمیدونم غذای این مدلی دارن، به خاطر همین اینا دیگه خمیر درست کردن و بلدن دیگه، چون غذاهای خمیری خیلی زیاد دارن. غذاهای خمیری وقتی داشته باشی دیگه خمیر درست کردن رو یاد میگیری دیگه. ولی توی ایران ما خب غذای خمیری نداریم، به این خاطره که ما در این، البته ما که میگم من خودم و شخصا میگم و شاید یه دم باشن که بلد باشن، من مخلص همتون هستم. حالا بیایم به اتفاق بریم مواد لازم این پیتزا رو درست کنیم، بذاریم کنار. قارچای من فریزری بود، بعد رنگش هم یه مقدار تیره شده وقتی که از فریزر در آوردم گذاشتم آب بشه، ولی چون آب داره میخوام تو مایتابه یه تف ریزی بدم این آبش بره، چون آبدار بذارم روی این خمیره ممکنه خراب کنه قضیه رو دیگه. اینه که بذاریم آبش بره. این از قارچای من یه کوچولو روش لیمو میریزم، میگن لیمو بریزی باعث میشه که رنگش تیره نشه. حالا البته مال من دیگه تیره هم شده، ولی خب دیگه. ببین چقدر آب داره، میبینی؟ این آبا تبخیر شه بره وگرنه این گم میزنه به پیتزاه. ببینین آبش داره کشیده میشه، خیلی خوب میشه. خیلی آب داشت. من دارم فلفل ریز میکنم، بعد خیلی اندازه‌اش مسخره شد. من به شما میگم من سلطان اندازه های نامنظمم، باور کنید که همینه، واقعیت همینه. این چیزیه که از این سر فلفل به جا موند. ولی این بقیه فلفلمه. اینا رو ریز کنم به این صورت. صدایی که همکنون میشنوید صدای قارچه. قارچ. سوجوکم میخوام بهش بزنم. اول میخواستم گوش شرق کردن بزنم، بعد گفتم شاید مصطفی مثلا اونطوری دوست نداشته باشه، چون ترکا مثل ما ندارن اون مدلی. هر چی درست میکنیم باید دو جانبه در نظر بگیریم. عجب عطری داره این فلفلا. الان که اینو گفتم باید همه چی رو دو جانبه مثلا بهش نگاه کنی و عمل کنی، یاد این افتادم که خیلی‌ها میان از من میپرسن که مثلا با یه خارجی ازدواج کردی، مثلا راحتی، مشکلاتی داری یا نه؟ ببین خب مسلما مشکلاتی وجود داره به لحاظ فرهنگی و اینا. هر چقدر که فرهنگ ترکیه به ایران نزدیک باشه، بازم به لحاظ فرهنگی با ما فرق دارن. ولی توی ایران هم مثلا شما اگه با یکی ازدواج کنی از یه خانواده دیگه، قطعا ممکنه فرهنگش با تو فرق بکنه دیگه. خلاصه که برمیگرده به نظرم به خود طرف، به خود آدمی که باش ازدواج کردین، که مثلا اخلاقش، روحیاتش با به میل شما باشه، باهاش اوکی باشی، با اون بذار من اینو خاموش کنم. دادن قارچه بدون آب شد. داشتم اینو میگفتم، به این برمیگرده که شما ببینین که با کی طرفین دیگه. ممکنه من با یکی ازدواج کنم خارجی باشه، گنده اخلاق باشه، نمیتونم بگم که وای من خیلی راضیم فلان. ممکنه من با یه ایرانی ازدواج کنم گنده اخلاق باشه، اون موقع هم نمیتونم بگم که نه وای همه ایرانی‌ها اینجورین. پس به طرف برمیگرده دیگه. نمیتونیم بگیم که اگر یه نفر از ازدواجش راضیه یا راضی نیست، برای ما هم صدق میکنه. ولی مثلا به عنوان یک شخصی که از ایران اومده و وارد یک خانواده ترک شده، از خیلی نظرها خب خدا رو شکر من توی خانواده‌ای هستم که خوبن و با من اوکی ان، سازگارن. حالا به هر حال یه سری فرق‌هایی وجود داره که اونا رو هم میتونی به نوعی اون تفاوت فرهنگیه در نظر بگیری و باش کنار بیای دیگه. چون هر چقدر که من بیشتر الان توی این کشور دارم میمونم، بیشتر دارم با آداب و رسوم و فرهنگشون
اخت پیدا میکنم و عجین میشم. خیلی از رفتاراشون مثلا روزای اولی که من اومده بودم خیلی زیاد به چشم من میومد که وای این همه تفاوت، ولی الان دیگه کم کم به نظر خودم آپدیت میشم. تازه من فکر میکنم جز کسایی هستم که خیلی سریع آپدیت شدم. مثلا دوستای من سال اولی که من در واقع اومده بودم ترکیه به من میگفتن که نیوشا تو خیلی سریع آپدیت شدی و مثلا با این ترکا عجین شدی. هنوز خیلی از ایرانی‌ها مثلا ممکنه اینجوری نباشن. اینم به واسطه اینه که خب من با یه ترک ازدواج کردم. میخوام اینو بگم، در نهایت بگم هر چقدر ما بگیم خارجی، ایرانی، این داستانا فقط به اون فرد برمیگرده، چه خارجی باشه، چه ایرانی باشه، چه از هر جای دنیا، از کره مریخ باشه. تمام. الانم بنده برم ادامه فلفلا رو انجام بدم. یه بار دیگه قارچامو از نزدیک بهتون نشون بدم. این قارچای من است، بریزمش تو ظرف. اینقدر دیگه فلفل دارم. اونور ژامبونم ریز کردم. یه کم ژامبون داشتیم، اونم میخوام بذارم. یه کوچولو داشتیم. زیتونم هسته‌هاشو در آوردم. نها معلومه. اینم فلفل من، فلفل خوشگل من. این فلفل ها خیلی خوشمزه است. من صبحونم همیشه یه دونه از اینا با تخم مرغم با خیار و گوجه میخورم. خیلی خوبه. از وقتی که البته رژیمو شروع کردم و میبینین که چه رژیمیم. بچه سوجوکمونه. این پوستشو بکنم. این پوستش من یه آب جوش روش geriftم که پوستش راحت تر کنده bشه. Benim. Vay maman. Hayat şaşırtır hep bazen. Yok öyle yapma. Kötü oluyor bebeğim. Nişe kötü oluyormuş. Bebeğim gel bir dakika buraya. Şöyle. Bir dakika dur, şu anda şey olmuş. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ne var? Böcek ölmüş. بچه من مصطفی داشتم سوجوکو پوست میکنم یهو اومد همچین منو ترسون. و خیلی جالبه ما سال مصطفی منو میترسونه و من همچنان میترسم. Onu anlatıyorum ki o çilde sen bana korkuyorsun. Ben de hep korkuyorum. Evet, hep korkor. من الان سوجوکمونو پوست بکنم و ama doğru nasıl çekiyorsun bana? İyi çekiyor musun bebeğim? Normal çekiyorum bebeğim. Yok ben varım orada ya da başka yere Sen çekiyorsun. yoksun, lambaları çekiyorum. olabilir. مصطفی رفت سیرایی که پوست کنده بودم و از فریزر آورد سیرا رو ردیف کنه برای روی پیتزا، همون جوری که گفت به روش خودش. اینو میسپریم به کارو میسپریم به کاردون. این مال تو. مصطفی داره سیرا رو میریزه توی این تابه که استادش کنه، ردیف کنه. Arkadaşlar bunun üzerine şimdi zeytinyağı ekliyoruz. Zeytinyağı orada masada masa. İşte şarap şişesiyle zeytinyağı, şarapsızım. Tamam yeter. Yok bebeğim yetmez. دریای زیتون یاغ کرد. دریای روغن زیتون. Sonracığıma نمک. diri tuz şöyle. Sonra buna biraz biber, salça ekleyeceğiz. Şimdi salça koyma. Bunlar pişsin bebeğim. Evet zaten öyle. Bunlar pişecek ondan sonra. Evet. میذاریم اینو میپزه. اوستا اومد سوجوکا رو قطعه کند. آفرین به تو. آفرین سانا. از آشپزی فقط همینشو بلده. Kör bıçakla iş yaptım neyse. Dedim sadece yemek yapmaya bunu biliyor. بچه ماهاش خیلی ناجوره وگرنه نشونش میدادم. آفرین. خلاصه سوجوکا رو هم همین قدیم میکنیم دیگه همه رو. Şimdi yedi.
Ben bugün diyet değilim ki artık. Diyetim ama az yiyorum yani. O Kalorili. diyet değil, o Rusçadaki niyettir, niyet. Niyet Muhammed. Kime niyet, kime kısmet. هیچی الان به من گوجه فرنگی داد مصطفی برم گوجه فرنگی پوست بکنم. بله ایشون شف ما خرمالشیم. ببین چه کرد. Evet. Şimdi domates koydum arkadaşlar. Sarımsak, zeytinyağı. Biraz salça koyacağım ona. Biraz کیک mi؟ kekik. اینو میخواد سس کف در واقع خمیر بذاره. به عنوان سس کف خمیر استفاده کنه. Kekik aroması güzel, biz seviyoruz. Evet. Ondan sonra tuz atmıştım zaten. Biraz da karabiber koyacağım. Bunların hepsini ondan sonra blenderdan çekeceğim. آفرین سانا. یام یام یام. تو این فاصله بنده یک سینی گرد برداشتم، توش کاغذ نسوز گذاشتم، روش روغن زیتون مالیدم. الانم میخوام برم خمیرم و روی اون بندازم و پهن کنم. Acı sos biraz bunun içine ekliyorum. Acı olsun diye. Çünkü biz acı seviyoruz. acı 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 acı. خمیرم اصلا باد نکرده همینقدر. بریم بندازیمش وسط ماجرا. اینجوری با بلندر داره لهش میکنه. به به. Oo ne güzel sos oldu bebeğim. Evet bebeğim, sarımsaklı, salçalı, biberli, domatesli. آفرین سانا. منم اینور مشغول خمیرمم که دارم با بدبختی بازش میکنم. اصلا هم بلد نیستم ولی دارم همه تلاشمو میکنم. باید دایرم بزرگتر بشود. Yuvarlak yapacak mı? Ben yuvarlak yapamıyorum bunu. وقتی که بلد نیستی خمیر رو دایره وا کنی مشکل اینجاست. خمیر رو چه شکلی دایره کنم من؟ نمیتونم، دایره بلد نیستم. کاش که دایره رو نمی آوردم، سینی مستطیل می آوردم. کاش که yuvarlakı getirmiyordum bebeğim, başka tepsiye getiriyordum. 3 saati دارم با دستم روی میکوبم. به هر حال با هر بدبختی که شده بود نیوشا خمیر را به شکل گرد در این سینی گنجاند، اما خیلی با سختی زیاد و دفرمگی فراوان در این خمیر. اما خب کار را افتاد. tamam bebeğim. Biraz oldu. خمیرمونم خیلی نازکه بچه‌ها، خیلی. من فکر کنم کم درست کردم. اینا همه تجربه است که به اتفاق همدیگه تجربه میکنیم. اوس مصطفی شروع به کار کرد و اما این سس جذابیه که با سیر درست کرد کف این پیتزا میخوابونتش. به به. به و به و به به و به و به 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 Be daha olmadı, pişince be. به به. Ben ağacım biliyorsun. واو مسته چه کرده؟ همه رو دیوونه کرده. لای لا لا لای. Çok güzel. Başka şeyleri getir. Malzemeleri getir. Getir. Hamuru ince koydum ki daha fazla malzeme koyuz. آرچه جذاب رنگ تیرمون. یم 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 یم.
Sonra ne koyuyorsun? نوبت فلفل رسید. فلفلک، فلفل فلفل. موادمون خب همش پخته است دیگه، چیز خاصی نداره. فقط خمیرمون هم که نازکه، فکر نمی‌کنم زیاد لازم باشه توی فر بمونه. ژامبون 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 lay 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 bu köşelere de koy lay 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 lay. Tamam. Sonra ne koyuyorsun? Wow, sucuk. Bah bah bah. Fırtına. Hava bozdu birden yine. ببین که دو طرف دوباره طوفان شد بیرون. طوفانه طوفان. این طوفان دست از سر ما بر نمیداره. چرا؟ سوژوکارم گذاشت. الانم روش زیتون میریزه. البته زیتون سیاه هم ما به موادمون اضافه کردیم. سیاه و سبز و هر دو با هم. دست شما درد نکنه مشتی. Teşekkür ederiz Meşti. Bu farklı bir peynir. Hangi peynir? Bu biraz koyun inek karışık peynir. Aromalı bir peynir. Aha. Ben seviyorum hani. Onun için koydum. Yine de kaşar koyuyorsun üstüne ama. Kaşar koydum içine zaten. Üstüne gerek koy evet. Güzel güzel ne güzel ne güzel. Mustafa ریخته وسطش hemen پخش میکنم کنارا. Kenara doğru gider zaten ya. Farsça anlıyorsun artık. Değil mi? Anlamıyorum. Aynı şeyi 10 kere söyleyince mecbur anlıyorum artık. Mustafa koymadı kenara, Mustafa koymadı, Mustafa koymadı. طوفان خیلی شدید شده ببینین. اصلا یه وضعیه. وای. اما اینور اوضاعش خرابتره ببین. وای وحشتناکه. طوفان خیلی شدیده. من از ترسم برق اینجا رو خاموش کردم چون رعد و برقای شدید میزد. حالا الان یه ذره کمتر شد ولی هنوزم همچنان خیلی زیاده. ولی قبلش اصلا به طور غیر طبیعی به شیشه ها میخورد و خیلی ترسیدم من. حالا این فرمونم گرم شد. درشو وا کنیم و پیتزامونو بیاریم بذاریم توش. بله بله پیتزای جذاب ما بره در این طبقه قرار بگیره و در فرو ببندیم و خداحافظ. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oldu sence? Bence olmuş. Biraz daha dursun bence. Neyse arkadaşlar görüşürüz ben gidiyorum. Wow! Ne yaptık? و همینک پیتزای خوشمزه ما خیلی خیلی خوشمزه است و به مدل ایتالیایی خیلی نازک و عالی. بفرمایین بفرمایین خواهش میکنم. خیلی خوشمزه. جاتون خالی. اینم از پیتزای ما و ولاگ امروزمون. امیدوارم خوشتون اومده باشه و لایک کامنت ساب یادتون نره. عاشقتونم. بای بای.